سلام علیکم عزیزان، سلامت و خانواده سپر باشید. درباره یک گروهی هموطنان ما رو در چی سرحدی بین روسیه با کدام سرحدی ارتکاب کردیم که به نزدیکی سوموشون گرفتیان. یکمش که از اینجا دیپورت کرده بودنشون از این روسیه و دوم که سوموشون گرفتیان. برای اون که باری دیگر با همین دچار نشوید، هموطنان عزیز میگه که سخنی سخت تلخ است. به شما گفتنیم که به کدام کشوری که در آینده می روید که مثلا از روسیه شما رو دیپورت کردن و سومهای شما رو گرفتن در سرحد نه، بعد پس از این به کدام کشوری که می روید در آنجا قانونی کنید، دکومنتاتون قانونی کنید و زبان رو آموزید. کمی زبانی مکالمه رو یاد گیرید، بعد روید آن کشور رو. خب که تا اینکه با چی میگن میگیم که در مسائل تجکی کل یک بار در چاه میافتد. شما الکی یک بار از روسیه دیپورت کردن با لات خوب کردن شما یا دویمش با سومه شما گرفتن دیگه. برای همین دویم مراتب در چاه نیفتید، احتیاط کنید که مثلا که به دقمی نگارید جوی رفتید، زبان رو پیش که آموزتر روید. این یکمش زبان آموزید، دویمش که به دقمی نگارید، سومش که انشالله که شما یا لات خوب نمیکنن سومتون نمیگیرن. برای و یک تاش در اونجا میگه که بلوگرها شما مراجعت کنید. ما بلوگرها حق نداریم در یک جمله مراجعت کنیم. هر یک انسان خودش باید خودش حمایت کند. انسان حق خودش حمایت نکند که هیچ کس حق او حمایت نمیکنه. ما سال 93 در مسکو بودیم. در مسکو چون مثال میارم، در مسکو سال 1993 بودیم. بعد در همون کوارتری که ما ایستادیم تاجیکا مثلا که بسیار میبرمانن شناسا مثلا خشت برو. بعد همسایه‌اش شکایت میکنه که این خونه آدم بسیار میره. بعد و چسکوی اومد من خواهرم کلم رو در ماشین بر کردم بردن. چی میگن عدل بردن و من روسی کم بهش میدونستم و من التماس کردم التماس کردم او رو از این جواب دید. آخه این زن وای است حامله دار است. کلم علیکم حامله دار بود. ببینید وای از میپرد که عدلش به حاضر شده است. یک بسیار گپ زدی گفتن همون وای داد پلیس. من گفتم این مادر حامله دار است. این کودکش یک شب که در همین جوان شود کی جواب میتید. خب گفتم بیا همین پاسپورت اینو دیم این رواد. این نگاه کنید وقتی که من زبان که کم بهش میدونستم من از حقوق خودم حمایت کردم. همین چونی میگن کسی که دونه در نماند و من پاسپورتم رو دادم تا را صاحب درکات بیارو پولامیت جریمه میروید. من برام رفته ایستادم که روبروی من برادرم اومده ایستاد برادر کلانی اومدم. برادرم به من سوند که روین سومتی تو میبرید میریم خونه. گشتم آمدم که برادر خوردیم اومده خواهرم رو با همسرش گرفته برده است. بعد اومدم پلیس گفت که یک تا مردی نه قدش دراز اومده و میای سرش درد و چشمش چی میگن مثل چشمانی مو چشمانی برادر خوردیم من وایست کبوت رنگ است اومده گرفته بردن. دو کسی اومده شما گفتم وای برادرم است گرفته بردن. بعد وای کردن شما را میگو از طریق شما گفت وای کردن سوس پردن. من با همراه برادر کلانیم اومدیم به خانه. دیدید برای چی میگن کسی که دونه در نماند قانون که دونستید زبان که دونستید شما به حضور می آید و مثلا جریمه است میسپارید و میروید به حضور زندگی کردن میگیرید. پس از اون دیگه از سال 93 این جانب و من 96 اومدم مسکو 97 98 2000 یگان مراتبه هم سالهایی که من مسکو میومدم میرفتم خانه خشت برایم با همراه پدر مادرم یگان مراتبه ما رو در گمرک یگان کس ما رو گرفت. پس با من زدگی نیستم برای چی برای اینکه من زبان روسیه که میدونستم و معامله خوب ما رو میکرد. پدر مادر من زبان روسیه میفهمیدن. برای همین با شما گفتنی هم هموطنان نزدیکی هم اونایی که شما دیپورت کردن و وقت خوب کردن سمون رو گرفتن. برای همین التماس باری دیگه به کدام کشوری که میروید اول زبانشون رو مکالمه رو یاد گیرید تا اینکه از حقوق خودتون حمایت کردتون مثل من کمی بهش میدونستم از حقوق خود حمایت کردم. ما در اونجا تو نیمه روز تا شب نرسیدیم که التماس کردم ما رو آورد و دوام یک ساعت هم نشده ما رو جواب دادن. من بعد 5 دقیقه وای کردم اول برآوردم التماس ما رو جواب داد. تو چه گپ میزنی اول میبری گفتم آخه این زن حامله است تو خودت چی؟ گفتم که آخه من باید با همراهی باشم. آخه ما همراه هستیم. گفتم این کلین ما هستیم ما خواهر شوهری هستیم ما نمیگذاریم که کودک بعد این یگان چی شود. نمی کودک گیرین در حال اینا چی میکنن با شما با احترامی زیاد میکنن. چی میگن احترامی با بهتر به احترام میکنن نه نسبت شما. شما که با زبان دانیم با خوب است. برای همین به کدام کشوری که ما نمیریم باید زبان دانیم. یک دویمش در آنجا باید قانونی رویم. دو سومش که من خلط نمیکنن و تکون نمیکنن و سمویتون نمیگیرن. بله در آیت قرآن آمده است که ای محمد هر ناخوشی که میشد از خودت است و ما چی ناخوشی کرد از خودمون میشود.
اما من از ازبکستان رفتم که دو تا oile یک oile با دو کودک یک oile با یک کودک زن و شوهر با یک کودک با زن شوهر با دو کودک همگی 6 نفر یا 7 نفر غیر قانونی رفتن اینا نیفته تا حاضر نیفته ایستاده آنها رو اینا چند تا شد یک در یوتیوب دیدم من یا نیم سال شده باشد خطا نکنم همین سال 2025 آخرش رفته باشد 26 اولش رفته باشد یک زن شوهر با دو کودک رفتگین یک زن شوهر با یک کودک رفتگین یا با دو کودک رفتگین یعنی که 7 یا 8 نفر رفتگین همین خیلی بردگینشون تا حاضر هم نه زنده نه چی میگن مردهشون رو نیفته ایستادن برای همین احتیاط کنین و قانونی روید زبان دونین یکتا خواهش من به شما هستم مراجعه کنم شما دویمش که قانونی روید سومش که و در همونجا ساق سلامت انشاءالله برگشته به وطن می آید و شما رو هیچ کس سنگ نمیزند و یکون گپی چی میگن نااحترامی به شما نمیزند و لط کوب هم نمیخورید و دپورت هم نمیکنن شما رو انشاءالله قانونی که رفتین آمدی هم خسته و سومای شما رو نخواهند گرفت بله این من از تجربه خودم آنچه که من به شما این مثال چند تا آوردم و آنچه که میبینم مثال در شبکه‌های اجتماعی میبینم که خیلی آدم‌ها غیر قانونی چیکار کردن اینا برادرها میگن که دپورتشو کردن در سرحد اینو رو خوب کردن و سومش گرفتن و اون اویله که از ازبکستان رفتن تا حاضر نیفته ایستادن و امریکا رفتن و امریکا رفتن چند هزار دلار قرض کرده رفتن چند هزار دلار قرض رفتن پدر مادرشون عریضه نوشتن در چیزی من ازبکستان که یفته بیارین فرزندای ما در جستجویان تا حاضر نه مردن زندانشون رو نیفتن برای این احتیاط کنید برای چه احتیاط نمی‌حیات برای چه میگن عقل پایه دعوت است میگن که اول ببین جای خود بعد بیمان پای خود میگن که عقل ها رو عقل ها یارید چون بس ادراک یارید انا میره به شما گفتم که همین کارهای کنید که تا اینکه به سرتون یگان مشکلی چی میگن نخوش مشکلی چی میگن وزنی یا که یکان واقعا نخوش مشکلی نه آید دو سر نزنه و یگان واقعا نخوش به شما روی ندیه این ندارم شما